بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه سیمای بانوی بزرگوار دیگری رو میخوایم با هم بخونیم، از بانوان صدر اسلام، از صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از زنان قهرمان و بزرگوار نسل اولیه اسلام. ولی ایشون کسی نیست جز ام خالد، دختر خالد. بعد نیست این رو با هم بخونیم ببینیم داستانش ایشون چگونه هست. این صحابیه که امروز ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم بانوی بزرگوار از قریش هست، از قبیله بنی امیه هست، اهل مکه هست. اسم ایشون امه هست، امت اصطلاح امه هست. اما صحابه ایشون رو شاید کمتر شما به اسم شناخته باشین، معمولا ایشون رو به نام ام خالد بنت خالد میشناسن. ام خالد بنت خالد ابن سعید ابن عاص. خالد ابن سعید ابن عاص هم خب از اصحاب پیامبر هست و خب ایشون ام خالد بنت سعید ابن خالد بنت خالد ابن سعید ابن عاص هست که کنیه‌اش ام خالد بر امته که امت باشه همون اسمش غلبه داره. ابن حجر در اصابه نقل میکنه که امه بنت خالد هست و کنیه ایشون ام خالد هست و ایشون به کنیه خودش مشهور هست. و خب بیایم ببینیم زندگی روشن ایشون، زندگی قسمتی حداقل یک تصویری از زندگی این بزرگوار رو با هم داشته باشیم. خب این صحابی بزرگوار هم در سبقت در پذیرش اسلام در این میدان دعوت اسلامی شخصیت مهمی هست، چرا که خالد ابن سعید ابن عاص که پدرش باشه، خالد ابن سعید ابن العاص که پدرش باشه، جزو شخصیت هایی که اسلام رو در رده های اول پذیرفته و ایشون هجرت کرده به حبشه، بعد از حبشه هم به مدینه هجرت کرده و یکی از بزرگواران و اهل با تقوا و یکی از شهدای صدر اسلام هست. مادر ایشون کیه؟ نیا کن پس خالد ابن سعید ابن عاص از اصحاب اولیه پیامبر، از مسلمانان دوران مکی هست، از مهاجران به حبشه، از مهاجران به مدینه و از شهدا و بزرگواران. مادر ام خالد کیه یا عمکیه؟ مادر ایشون هم خب صحابیه بزرگوار هست، امیمه بنت خلف خزاعی. امیمه بنت خلف خزاعی که ما داستان ایشون رو هم در چند جلسه قبل اینو با هم خوندیم که این هم یکی از زنان بزرگوار صحابی و از نسل اولیه‌ای که اسلام رو پذیرفته. ببینید که عموی ایشون کیه؟ عموی ایشون عمرو ابن سعید ابن العاص هست. عموش خب عمرو ابن سعید برادر خالد ابن سعید هست که این هم دارای دو هجرت هست، هم هجرت به حبشه هم هجرت به مدینه و هم در جنگ یرموک جزو شهدا هست. و عموش هم عمرو ابن سعید ابن عاص که برادر خالد که پدرش باشه، ایشون هم جزو سابقین اولین در اسلام هست. برادر ایشون کیه؟ سعید ابن خالد هست که اینم صحابه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست. همسر ایشون که نکته رو داشته باشید، همسر ایشون هم از بزرگان صحابه هست و یکی از 10 نفریه که پیامبر بهش بشارت به بهشت داده و اون قهرمان و سوارکار و مبارز عهد رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست و حواری رسول خدا کی؟ زبیر ابن عوام. همسرش زبیر ابن عوامه. یعنی مادر شوهرش کیه؟ صفیه عمه رسول خدا صلی الله علیه وسلم. پس اینجا داشته باشید شما ام خالد بنت خالد دارای این ارتباطات هست. حالا ام خالد کی به دنیا آمد؟ زمانی که مادر پدرش هجرت کردن به حبشه، اونجا به دنیا اومد. خب طبیعتا در آغوش اسلام دنیا اومد، در دیار هجرت، و چشم و گوش و روحش با حقیقت‌های اسلام آشنا شد، با محبت نسبت به رسول خدا، از همه مهمتر با محبت و بندگی نسبت به الله و احکام دین الهی. و میشه گفت از ابتدای شکلگیری نطفه زندگی ایشون تا تولد و همه با حقیقت و دین اسلام هست و محبت پیامبر. و اون چیزی بودی که خب اینا همیشه این حس رو داشتن، بالمؤمنین رؤوف رحیم، و این طبیعت محمد صلی الله علیه و سلم هست و اینها با این شکل گرفتن. ام خالد خودش نقل میکنه که میگه که ایشون در حبشه خب زندگی کرد چندین سال، بیش از 10 سال، 12 13 14 سال ایشون در حبشه بود. سپس با مهاجران با 2 کشتی به مدینه اومدن و وقتی که میخواستن حبشه رو ترک کنن و خداحافظی بکنن، نجاشی وقتی که مسلمانان رو داشت به سمت پیامبر میفرستاد بالاخره اونجا گفتش که سلام منو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسونید و ام خالد خودش در اون جایگاه هست و یادش میاد و ایشون هم این ماجرا رو خب شنید و جزو همون کسانیه
که در همون که دو کشتی قرار میگیره و میاد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم سلام نجاشی رو چیکار میکنه؟ میرسونه. و ایشون میگه فکنت فی من اقرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم من النجاشی السلام. من جز کسانی بودم که سلام نجاشی رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسوندم، که اینو طبقات و سیر اعلام النبلا و الاصحابه نقل میکنن. خب وقتی که این مهاجران اومدن به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملحق شدن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خیبر بود، در سال 7 هجری بود. در اونجا دیگه وقتی در اون جنگ خیبر بود اینها اونجا رسیدن. پیامبر بالاخره اصلا صحنه زیبایی که بعد از 12 13 یا 14 15 سال اینها تونستن همدیگر رو ملاقات بکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم شاگردانش، اون شوق علاقه اصلا صحنه بدون اصلا نمیتونیم در زبان ما نمیگنجه اون زیبایی و اون حالت دلتنگی و شوقی که به هم میرسن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خوشحالی و وقتی که اینا میرسن در اونجا و همراهشون میشه، حتی از غنایم جنگی به اونها به اون هم سهم میده و با همین مهاجرانی که از حبش اومدن چیکار میکنه؟ به مدینه میاد. و ام خالد خب از همون موقع که میاد دیگه به مدینه در بین سایر زنان صحابه جایگاهش حفظ میشه و در همه موقعیت ها به عنوان یک زن مسلمان در جایگاه مناسب خودش قرار گرفته. خیلی جالبه که ام خالد نقل میکنه که من خب پیامبر صلی الله علیه و سلم توجه خاصی بهش داشت. این فرزندانی که در بین خود مسلمانان به دنیا آمده، میگه من بزرگواری میکرد، نسبت به من احترام میگذاشت، به من مهر و عطوفت داشت و خب جایگاه پدر مادرم هم خب نزد پیامبر مشخص بود دیگه. و یه روز خود ایشون نقل میکنه که میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه پیر لباسی رو واسش آوردن، سیاهی لباسی چیزی بود که این بالاخره سیاه و کوچک بود لباس در واقع، اما دارای یک زیبایی ها و لطافت های خاصی بود. بعد پیامبر گفت من ترون عکسو هازل خازل خمیس، که فکر این لباس رو به تن کی خواهم داد، به کی هدیه خواهم داد. نقل میکنه ام خالد میگه همه خب ساکت شدن و پیامبر گفت اوتونی به ام خالد، برید ام خالد بیارید که من چیکار کنم اینو به اون بدم. میگه من آوردم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد پیامبر این منو آورد کرد، بالاخره دختر کم سن و سالی بود دیگه، میگه این لباس رو من داد، گفت با دستهای خودش من هدیه داد این لباس رو، بعد گفت ابلی و اخلفی، انشالله اینقدر عمر کنی که این لباس رو کهنه کنی بپوسونی و عمر طولانی داشته. این اصطلاح دعاییه که برای میگن اینقدر عمر طولانی داشته باشی، پر خیر و برکت داشته باشی. میگه رسول خدا 2 بار یا 3 بار این دعا رو کرد، ابلی و اخلفی، عمر طولانی پر خیر و برکت داشته باشی و فلان اینها. و جعل ینظر الی علم فی الخمیس اصفر و احمر، میگه پیامبر نگاه میکرد در این لباس که یک علامتی پرچم یه چیزی بود که مثلا قرمز بود یا زرد بود، فقال هذا ثنا ام خالد، خیلی قشنگه ام خالد، هذا ثنا ام خالد. این نگاه پیامبر، این محبت خیلی ارزشمنده. و میگه با انگشتش رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون اشاره میکرد. و خب این در لسان حبشی یعنی در واقع این خیلی یعنی خوب، خوشمنظره، قشنگه. سهیلی نقل میکنن که خلاصه ام خالد چون در حبشه به دنیا آمده بود، اونجا بزرگ شده بود، خب ایشون زبان حبشی رو هم بلد بود چون در همون سرزمین بود و خب ایشون هم از تحت هدایت و برنامه دعوت الهی قرآن و سنت بود اینها رو یاد گرفت و افتخار میکرد و جزو زینت‌های الهی میدونست که بالاخره خداوند نصیبش کرده این ایمان رو. و یکی از مواردی که نقل شده که ایشون در یکی خداوند لطف بزرگی رو که در حق ایشون میکنه اینه که ام خالد میگه که بعد از یک بزرگواری که خدا نصیبش کرد که با شخصیتی مثل عبدالله ابن زبیر حواری رسول خدا، سوارکار قهرمان رسول خدا، ازدواج کرد، 2 فرزند خدا بهش داد، یکی عمرو و یکی خالد. و خب ایشون هم روایتی از پیامبر نقل کرده، حفظ کرده که تا 7 روایت حداقل نقل کرده، 2 تاش امام بخاری و اصحاب سنن بقیه اینها رو نقل کردن از ایشون. و در بحث جنازه ایشون نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه، ام خالد میگه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم میگه یتعوذ من عذاب القبر، از عذاب قبر پیامبر به خدا پناه میبرد. در هر صورت مطالب زیادی در سیرت پیامبر و سیرت این اصحاب اومده در اون تاریخ که هر کدوم در جای خودش ارزشمنده. و ام خالد نقل میکنه پدر من شاید 5مین نفری بود که اسلام رو پذیرفت و به حبشه هجرت کرد و بیش از مثلا 12-13 سال یا بیشتر کمتر در حبشه ما اونجا زندگی کردیم و من اونجا به دنیا اومدم. و موارد دیگری که در اونجا نقل شده، میگه من اولین کسی بودم که پدر من اولین کسی بود که نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. از فضائل نقل میکنه، بالاخره اونجا نقل شده.
جالب خالد ابن سعید نقل میکنه، پدر ایشون، که میگه ذات لیلت نائما، حالا اسلام پدرش میگه شب پدرم خواب بوده قبل از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، میبینه که انه غشیت مکه ظلمتا، یک تاریکی مکه گرفته تا هیچ کسی که حتی کف دستش هم نمیبینه. در این حالت میگه نوری از چاه زمزم اومد بیرون و این نور به آسمان رفت و بالاخره خانه کعبه رو روشن کرد و مکه رو همشو گرفت و این نور به مدینه هم رسید. و میگه من همیشه نگاه میکردم از روی درخت خرمایی که میدیدم این همه جا پخش شده. میگه قصه رو برای برادرم عمرو بن سعید نقل کردم، اون آدم اهل فکر و تعبیر خوب میفهمید. گفت برادر مثلی که در خاندان عبدالمطلب یک خیلی بیرون خواهد اومد، چرا که اون چاهی که تو خواب دیدی نور بیرون میاد از اون چاه، این چاه مربوط به اونها هست. در هر صورت بعد از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این داستان رو ایشون نقل کرد. پیامبر گفت بله خالد، قسم به خدا من همون نور هستم، من رسول خدا هستم. و بالاخره ایشون هم داستان رو نقل میکنه، هم عمرو مسلمان میشه، هم خالد مسلمان میشه و این نشون دهنده اون عظمتی که وجود داره. ایشون حتی خالد نقل میکنه، میگه پدرم اومده، بعد عموم اومد هجرت کرد به مدینه به حبشه 2 سال و ما دیگه بالاخره همراه مهاجرین بودیم تا سال 7 که اومدیم به اونجا. اما نقل شده که بالاخره عمرو که همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، در روز فتح مکه بود، در حنین بود، در طائف بود، در تبوک بود و زمانی که مسلمانان به شام رفته بودن برای فتح سرزمین شام و جنگ های اونجا و عموی ایشون در اونجا شهید میشن. جالب اینجاست که دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد خالد استجابت میشه و ایشون اون لباس رو همیشه حفظ کرده بود که پیامبر بهش داده بود و تا آخرین روزی که اون زندگی میکرد این لباس رو برای خودش سعی کرد نگه داره و عمر طولانی داشت. چرا که نقل شده که سهل ابن سعد آخرین صحابه پیامبره که فوت کرده و گویا ایشون تا قبل از سهل ابن سعد عمر داشته و عمر طولانی داشته، تقریبا نزدیک 90 سال بعد از هجرت زنده بوده و همیشه ایشون نقل میکرد داستان پیراهن لباسی که پیامبر بهش هدیه داده و امیدواریم که خداوند لباسهای بهشتی رو نصیب این یاران و بزرگواران بکنه و محبت اینها رو هم در قلب و در روح و در جان ما جای بده. تا روز دیگه، جلسه دیگه، داستان دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.